در فرانسه یک اسلام بدبین خود را مسلمان نشان داده گویا میخواسته باشد اسلام را قبول کند، ولی پس از آن که باوری یک مسلمان را به دست آورد به او در مسجدی در جنوب و شرق فرانسه حمله کرد. او تقریبا 50 مراتبه با کارد به مسلمان ضربه زد. روزنامه فرانسوی ایل فیگارو نوشته است که تفتیشات نواره را یافتند که قاتل هنگام حمله خود ثبت کرده است. در ویدئو دیده می شود که قاتل مسلمان را دشنام می دهد و به الله حرفهای بد می گوید. گفته می شود که مسلمان کشته شده به قاتل نماز خواندن را می آموزاند و قاتل با نیرنگ وانمود می کرد که می خواهد مسلمان شود. وقتی که مسلمان به سجده رفت، قاتل ناگهان به او 10 ضربه کارد زد. قاتل در اول نفهمید که کامیراهای مسجد او را ثبت می کنند. بعد فریاد زده است مرا حتما دستگیر می کنند و از آنجا فرار کرد. پس از آنکه پلیس فهمید قاتل کیست، اظهار داشت که او شهروند فرانسه بوده، از ملت بسکی می باشد و مسلمان نیست. بعضی از آدمانی که خبرگزاری AFP با آنها در جای حادثه صحبت کرده است گفتند که مسلمانی کشته شده چند سال پیش از کشور مالی به فرانسه آمده بود. او در محله خیلی شناخته و دوست داشته بود. هر هفته مسجد را به طور اختیاری تازه می‌کرد و برای نماز جمعه آماده می‌نمود. دیروز خبر رسید که قاتلی که مسلمان را به طور ظالمانه کشت در ایتالیا به پلیس تسلیم شده است. بسیاری از مسلمان‌ها می‌گویند که رسانه‌های بزرگ دنیا درباره چنین خبرها چیزی نمیگویند و خاموش میمانند، ولی اگر یک مسلمان چنین کشتار را بر ضد یک غیر مسلمان میکرد، تمام رسانه‌های دنیا به لرزه میافتادند، درباره آن زیاد سخن میگفتند و آن مسلمان را تروریست اعلان میکردند.